نتیجهتون ثبت نشه واسه فایده نداره. پس میای به من اعلام میکنید اینجا، من ثبت میکنم میز بعدی و ساعتش رو بهتون میگم کدوم میز برید کجا بازی کنید. یا حسین! برید امید خدا. The match for the premier sets close to 7 for qualification. Good luck everybody. مسابقات جام جهانی فوتبال دستی در شهر نانت فرانسه در حال برگزاریه. در اولین روز از برگزاری این مسابقات در خدمت آقای چمنی مربی تیم ملی کشورمون هستیم. آقای چمنی، ضمن عرض سلام و خسته نباشید خواهش میکنم از نحوه برگزاری مسابقات در این دوره و نتایج به دست اومده تا این لحظه برای بینندگان محترم شبکه خبر توضیحاتی بفرمایید. با عرض سلام خدمت شما هموطنان عزیزمون. امروز اولین روز مسابقات. امسال سالن مسابقات فرق کرده، خیلی بزرگتر شده و می‌بینیم چهره‌های جدیدتر هستن، تیم‌های کامل‌تری اومدن. تیم ایران هم با چهره جدید اومده و در 3 گروه بانوان، پیشکسوتان و بزرگسالان با 15 بازیکن به این مسابقات اومدیم که مسابقات انفرادی از امروز صبح شروع شد. مسابقات 2 نفرمون از ظهر شروع میشه و مسابقات تیمیمون از فردا. تا الان مسابقاتی که انجام شده 5 تا بازی ما کردیم، 5 تا بازی 2 نفره که 2 تا از بانوان شرکت کردن. بازی 1 نفره چون رو میز غیر آشنا بودن، میز جدیدی بود واسهشون. متاسفانه بازی اولشون بانوان باختن، ولی بزرگسالان 2 برد داشتیم، یه دونه باخت داشتیم فعلا. حالا بازی‌ها ادامه داره تا شب نتیجهش مشخص میشه. بازی 2 نفرانه از ساعت 1 بعد از ظهر شروع میشه امروز. اضافه میکنم در بازی‌های بخش صبح مرتضی دبیران در مقابل آمریکا با نتیجه 7-4 پیروز شد. شیر محمدی در مقابل حریف خود از چین با نتیجه 7-3 به پیروزی دست یافت. عبدالله ذوالفقاری در مقابل حریف خود از دانمارک با نتیجه 7-3 نتیجه را واگذار کرد و مریم پارسا و شکیبا زیدی به ترتیب در مقابل حریفان خود از فرانسه و اسلواکی با نتیجه 7-0 و 7-4 مغلوب شدند. محمد نبی، خبرنگار اعزامی شبکه خبر، شهر نانت، فرانسه.